بچه‌ها خوش اومدید به چنل من. خوشحالم که ویدیو منو انتخاب کردی ببینی. امروز یه آموزش دیگه داریم، آموزش بک فلیپ یا همون وارو خودمون که ادیتور ویدیوشو اینجا براتون میذاره. امروز دو تا هنرجو خفن براتون امروز دو تا از خفنا رو براتون آوردم، آقا میاد و بنیامین، که به نظر با استعداد میان چون آناتومیشون هم به درد این ورزشته میخوره. رفقا میاد یه پاتوق داره اینجا برای صبحونه، ولی ما بعضی وقتا نهارو شما هم اینجا رفتیم. دقیقا این میدون کاج سعادت آباده، این املتیه اینجاست و خیلی باحاله. یه نصیحت بکن بچه ها رو. من نیومدم نصیحت بکنم، من اومدم املت بخورم. بگو از دورچی برامون. آجی این از صبح گیر داده به دورچی. آلبومش اومده. ببین وقتی خواستی حرکت بزنی به هیچ وجه به دورچی بکر. ببین من بگو رو جلو باید پشت بدم یا رو پشت؟ بک فلیپه. این رو پشت باید بدم. اون نمیشه رو به جلو بدنم. ببین اصلا اینجوری بهش فکر نکن. اصلا اینجوری فکر نکن. الان یه فاکتور دورچی زده این حرکتو بالا. من دورچی نمیشناسم. وات؟ ببین در حاله اول حرکت بک فلیپ، کلا حرکت بک یه دونه بزنم. میخوام بهت بگم که بک فلیپ چند نوع حرکت، چند تا حرکت هست. ببین یکی وارو جمع ساده است، میشه این وارو جمع ساده بود. وارو باز داریم، وارو باز میشه اینکه خودتو رها کنی، باز کنی، یه استایل خاصی هم بهش بدی. این میشه وارو باز. یه وارو لیت داری، وارو لیت رو هوا مکس میکنی و پاتو دراز میکنی. همه این حرکتایی که دارم بهت میگم واسه اینه که وارو تو ذهنت سخت نشه، تو به انواع مختلف میتونی حرکتی بزنی، کاری نداره شرطی نداره. بهش میگم وارو لیت، یکی از زیباترین حرکت واروه به نظر من. یهو باز میکنی خودتو، بعد میچرخی. بعد ما وارو بوت داریم، عربیان داریم. بریم مرحله به مرحله این حرکت رو بهتون بگم. یه چند تا نکته رو راجع به بک فلیپ یا کلا حرکات پارکور بهتون بگم. اولین چیز خواهی است، خفن ترین پارکورکارا یا هر ورزش دیگه‌ای میخواد که تو اون ورزش موفق شی. اعتماد به نفس میخواد. وقتی تو با اعتماد به نفس کاری رو انجام بدی به بهترین شکل ممکن انجام میدی، ولی اگه 1% اعتماد به نفس نداشته باشی خراب میشه. توی حرکات ورزشی پارکور، حالا بک فلیپ، فرانت فلیپ، همه چیه، پارکور یه ورزشی که خیلی حرکت داره. تو فقط باید تنوع به خرج بدی، خلاقیت داشته باشی که حرکات تو هی متنوع کنی. وگرنه یه چند تا حرکت اصلی داره، چند تا حرکت اصلی رو الان بهتون یاد میدم. دیگه بقیه‌اش خلاقیتش با خودتونه که چیکار کنی. مثلا تا زمانی که بک فلیپ رو یاد میگیری دیگه میری تو ادامهش که فقط مثلا دست بذاری رو دیوار بک فلیپ بزنی، نمیدونم آنجل بزنی، بوت بزنی، عربیان بزنی. خب اینا همه هست و خودت اینا رو چیز میکنی، طراحی میکنی. این حرکت رو 4 تا 5 تا حرکت پایه داره که من بهتون یاد میدم و اولین چیزی که برای حرکت زدن نیازه اینه که شما کاری نکنید، با اعتماد به نفس بزنید. الان مرحله به مرحله حرکت ها رو بهتون میگم. اولین استایلی که باید تو این حرکت داشته باشی، دست رو به جلو، خم میشه زانوها، فلیپ. بلندتر بپر، یه ذره با انرژی. اینقدر اینو اونجا تکرار کن تا میادم بزنم. من فکر
رفقا شاید به نظرت این کار مسخره بیاد، ولی تو زمانی که این حرکت رو انقدر تکرار کنی تو بدن جا میفته، تو حافظه عضلانیت میمونه و زمانی که بخوای حرکت رو اجرا کنی تو از قبل اینو داشتی، مثل پول ذخیره کردن میمونه. تو از قبل این حرکات رو داشتی، تو از قبل این پول رو ذخیره کردی و اصلا این نیست که بگی بی فایده است این حرکت ها رو زدن. تو حرکات پایه رو باید اونقدر تمرین کنی به بهترین شکل ممکن که موقع اجرا همشون نمایان میشه تو حرکتت. اصلا فکر نکنی بی‌فایده. الان تو پریدن یاد گرفتی، فقط کافیه که پاتو تو سینه‌ت جمع کنی. فقط محکم پاتو بگیر. پاتو محکم بگیر تو سینه. پاتو محکم بکوب تو سینه. آها. بخواب. نه نشین، بخواب. الان پاتو بکوب تو سینه. محکم‌تر. آها. دیدی؟ انقدر محکم زدی که چرخیدی. بچه‌ها نزدیک به 20 دقیقه است. بچه‌ها دارن این حرکات تکرار که بیفته تو بدنشون. هرچی هم بچه‌ها روی باکس باید اول امتحان کنیم، ولی خب چون آناتومی بچه‌ها قویه، منم از خودم مطمئنم که دارم کاورشون میکنم، خیلی نیاز نیست مانور بدین، چون نباید حرکت رو سختش کنی برای خودت. ببین همون چهرش تو بزن، بازم تو سینه جمع کن، ولی قرار نیست الان بچرخی. 5 دقیقه دیگه میچرخی. بیا فقط محکم با انرژی زیاد حرکت رو محکم تر. آها ببین داری پرت میشی. الان وقتشه بزنی. یک اینو فقط اصلا نترس، به هیچ عنوان نباید بترسی تو حرکت. وقتی با اعتماد به نفس انجامش بدی یه جوری که انگاری 10 سال تو داری بارون میزنی. وقتی با اعتماد به نفس انجام بدی، منم اینجا کنارتم، به هیچ وجه قرار نیست چه اتفاقی برات بیفته. انفجاری برو میچرخی. تمام. ببین دو نفری منم کاورش نمیخواد. میزنه بابا خودش میده. نه میدونم. من خیلی کاورش کنیم نمیخواد. هم عادت میکنه به ما، حداقل باید 2 نفر کاورش کنیم. ببین اصلا نترس. محکم میریم برای اجرا حرکت. من اینجا دارم دیگه. اصلا نیاز نیست چیزی بترسی. بریم. محکم. انفجاری. 1 2 بوم. برو محکم میزنی. بس یه نفس عمیق بکشی، دست رو انرژی رو بده. برو محکم. ببین تو الان اصلا نه جمع کردی، عالی بود. الان تو اصلا نه جمع کردی، نه پریدی، نه هیچی. تو الان باید هم پاتو جمع کنی، همین که پریدی خب من 70% کاورت کردم. این 70% من باید به 0 برسه. یه جوری که تو از پات استفاده کنی، از سرعت چرخش استفاده کنی و لند بیای کنی. پس هیچ کدوم استفاده نکنی، فقط پرید. ولی بازم اولین بار عالی. شما میزنی؟ نه. برو محکم. درس ریخته دیگه، برو. محکم. عالی بود. خیلی قشنگ‌تر از قبلی بود با اینکه خوردی زمین. دوباره از نو. انقدر میزنی که بیفته تو بدنت و زمانی که احساس کردم کامل خودت میزنی دیگه کاور بده. برو بریم. عالی بود. تمام. کم کم دیگه بره خودش بزنه. رسی داره. یه دونه دیگه کاورت میکنم. اینو انفجاری بزن. انگاری بارود که میخواد بترکه. محکم بزن که ببین از تمامت استفاده کن برای اینکه این حرکت رو بزن. من دارم. ببین خیلی کاورت کردم، خیلی خوب زد. برو محکم.
تقریبا میگه خودت کمتر کاورت میکنم. یه ذره خیلی کمتر میخوام کار محکم برو محکم یه نشیده برو من دارم اصلا باید نکرد آره تمام عالی بود عالی بود خیلی خیلی خیلی